یعنی کسی در خارج بود در آلمان اونجا خو مذهب معلوم نیست که مسلمان ها یک قسم است و همون نمازش آمین بالجر میگفت، رفع یدین هم میکرد. گفت آمد از آلمان از لندن میرن دیگه، اینجا خیشاش میره و میره. در این مسجد داخل شد، همین تو کرد الله اکبر، باز گفت ملا که گفت ولا دالین، گفت آمین بلند گفت. دیگه هیچ کس نگفت. این خبر نه که اینجا چی مذهب است، بی خبر بود. یک دفعه ملا در خود گفت کی گفت آمین؟ فقط بگوین که مرد داخل شده. ها کی گفت آمین؟ حال خب همین نمیفهمی که همین در حدیث است. میگه 4 مذهب، اگر همین آمین گفتن در 3 مذهب است. خدا به اختیار کتی مذهب بکشه. خب سعی کنیم در مذهب است یا نه. کی گفت آمین؟ این بیچاره گفته که من گفتم. گفت بزنیش، زدن شروع کرد. چنان گفت زدن و بیچاره گفت چی گپ شده؟ من در خاطر نماز زدین، من خود دزدی نکردیم. گفتم مالتانه. فکر کردم من چیزی را دزدی کردم، خیال دزد کردن مرا. گفت نه تو آمین گفتی، ما تو را به این خاطر زدیم. آمین؟ چرا؟ گفت نگوین. گفت نه اینجا میفهمی مذهب حنفی است اینجا. ما خبر نیستم، ما از لندن آمدیم، ما از آلمان آمدیم، ما از خارج آمدیم. خب از خارج آمدی دیگه فکرت بگیری اینجا که آمدی. گفت خود دیگه نبیم در این مسجد دیگه نبی. گفت این مسلمان در این مسجد نبی. تعصب نه چشم کور میکنه. میگه من خود تعصب ندارم، ولی کسی در مسجد آمین گفت دار اویزانش میکنه. من گفت اوه هیچ تعصب نداری، بسیار آدم خوب بودی. میگه من خود تعصب ندارم، اگه کسی آمین گفت دار میزنمش.